از ویکتوریا سیکرت یه پکیج داریم که توش 2 تا هدیه مجانی هم گذاشتن. سنگین و بزرگه واسه همین نشستم. اولین آیتم یک عدد پتو. اینم توت بگ مجانیشونه واسه زمستون، فکر کنم خیلی باحال باشه. اینم مجانی بود. این یکی پتوه دیگه، واقعا این دفعه پتوه، چیز خیلی خاصی نیست. آیتم بعدیمون میسته. من اینا رو بو نکردم، فقط بر اساس چیزی که آنلاین زده بود سفارش دادم. به خدا بدبو باشه خیلی ناراحت میشم. چه باحاله. فلافی ونیلا گلدن کارامل کوکونات کلاود. این یکی لوشنه لوسیون کوکونات کریم. اینم نارگیلیه. وای بوی قبلی خیلی باحاله، اصلا بوش میپیچه، خیلی کیف میکنه. بذارید شل بود. بوش اصلا زننده نیست، خیلی باحال و ملایم و ترتمیزه. این یکی آیتم اسکراب بدنه وانیلی. دیگه اینو نمیتونم واکنم چون و بشورمش حال ندارم. بعدی دمپاییه. دمپایی میگم به اینا. و مورد آخر که دیگه کلا ویکتوریا سیکرت به این معروفه، این مدل پترن لباسه. برای دیدن عکس های بیشتر استوریا رو چک کنید.